السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز شنبه ساعت 4:30 سحر انشاءالله تعالی نماز سحر در مسجد حضرت رسول الله میخونیم و بعد از برآمدن آفتاب به طرف مسجد قبا میریم انشاءالله. مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای دوری تقریبا 1.5 کیلومتر در اینجا استرویکا رفتیس است. پشتی همین دامادا مسجد حضرت رسول الله. هوا بسیار سالقینه حاضر ممکن که 25 گرادوس باشه هوا. بگویو گرمه 35 میگه پیشه بامداد شب 24-25 گرادوس سالقینه که تا یک کرتا میگه میشه هوا بگردی سالقینده هوا. یا که نیستن اینا بلکه اینجا بینای نو راست کرده ایستن زمین ها را کنده خوکاش را برآورده مثل که بلند شدگیان ای پشتی مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. منم خیلی گسویسای کلان باید بشوم بعد 5 سالم خیلی ده اینجا گرد و با گرد 2 کیلومتر ای مسجد حضرت رسول الله گرد مسجد حضرت رسول الله را هم خیلی کردن یعنی. بعد برآمدن آفتاب 2 رکعت نماز خواندن نماز اشراق یا که نماز ضحی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و برابر با عمره ثوابش چطور که در حدیث ذکر شده. حاضر انشاءالله به طرف مسجد قبا میریم. امروز شنبه طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد نماز بامداد روز شنبه به طرف مسجد قبا می رفتند. اینجا قبرستان بقیع جایی که 10,000 صحابه در همینجا خوابه یا زیادتر الله اعلم. خلاص زیارت کردن قبرستان بقیع سنته یکی از سنت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می اومد قبرستان زیارت میکرد و در حق گذشتگانش طلب مغفرت میکرد در قبرستان. این قبرستان بقیع در اینجا 10,000 صحابه خوبه و باز کسایی که وفات میکنن در مسجد نبوی جنازه شون میخونن در همینجا دفن میکنن. دعای اینجا چیه؟ حضرت رسول الله چی میگفت؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی دعا میکرد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرستان میومد میگفت السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و إنا إن شاء الله
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. يا بريقامي السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. نمی دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در اهلی بقیع دعا میکرد. خب چی معنا داره؟ السلام علیکم یعنی ما از الله متعال برای شما امن و امانی طلب میکنیم. خب اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، اهلی همین منطقه از جمله مؤمن ها و مسلم ها. مؤمن ها چی معنا داره؟ برای چی مؤمن ها؟ برای چی مسلم ها؟ برای چی مؤمن و مسلم در یک جا گفتگی؟ مؤمن ای مسلم فرق میکنه. مؤمن همون شخصی است که ایمان آورد به الله متعال و با عمل کرد، یعنی نمازش خوند، روزه گرفت، زکات داد، حج کرد، عمل کرد، انا اون مؤمن میشه. یعنی با زبان گفت، با قلب تصدیق کرد، با اعضای بدن عملی کرد، این مؤمن میشه. مسلمان کیه؟ مسلمان همه مسلمانه. شخص ایمان آورد یکی عمل نکرده، فقط بر زبان گفته که نماز نخون مثال یا خون نخون، گناهگاره، نکی مسلمانه. یعنی در دایره اسلام در اومدگی ای اما عملی کردگی نیست. برای همون مسلمان ای مؤمن انا میخواه فرق داره. هر مؤمن مسلمان شده میتونه، هر مسلمان مؤمن شده نمیتونه. یعنی هر مؤمن مسلمانه لیکن هر مسلمان مؤمن نیسته. برای من اگر آیات قرآن اهمیت بتین، الله متعال مؤمنان را خطاب میکنه، مسلمانان را خطاب میکنه، یعنی همه را در یک دایره نمیداره. وقتی آیات های میاد که جدا کنه الله متعال، بهترین مؤمنان را دل نمیگه، نمیخیل. خب اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، اهل دیار از اهل همین منطقه از مؤمنان و مسلمانان. بعد میگه که و اینا ان شاء الله لکم لاحقون، یا که الیکم لاحقون، و ما ان شاء الله میاییم به نزد شما، یعنی به همین دنیای برزخ، به همین عالم برزخی آدم میگذره، عالم برزخ دانهوزی، به همین عالم ما میاییم. بعد میگه نسأل الله لنا و لکم العافیه، از الله دعا میکنیم برای ما و برای شما عافیت، یعنی نگاه مو بداره الله متعال ما را، زنده ها را در دنیا از شر و بدی های این دنیا و آخرت، و شما را از عذاب برزخ و عذاب آخرت. انا میایم حالش. های باقی الله متعال گذشتگانی که در همین بقیه خوبن، خصوصا الله متعال گناهاشون عفو کنه، چطوری که در همین دنیا، در همین منطقه، در جای پاک جمع شدگیم، اینا جمع شدگیم در یک جا در این عالم، همین تر در گردی حوض کوثر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و اینها را هم خیر الله متعال جمع کنه، در بهشت یک جا جمع میکنه ان شاء الله تعالی. های یک عالمی هست که برای عبرت هست، برای تماشا نیست، عبرت. خیلی همه ما یک روز میریم، همه ما یک روز هم خیلی اچرت نمی اچرت خیلی آدم ها رفته ایسن، نه آدم ها رفته ایسن، اینم خیلی همه آدم ها اینم خیلی میرون. اینا ما اومده ایسیم، اونا و بر رفتن، اینم خیلی نوبت ما میوید، نوبت همه میوید، اینم خیلی گذر میکنه ای دنیا، ای دنیای فون. اینم جهازی ده دروازه بگیم
دورده یک درازش در مدیم او درازش میبریم همین دنیا و همین خیلی باز اینه درازش در مدیم او درازش میبریم یعنی اون که چی نیسته گوی که 4 دنیا میست دنیا دو دروازه داره یک دروازش میداره دروازه دیگهش میبره میره های باقی انشاءالله که اینه قبرو را آب میشپن برای اینجا خوکش خوکی جای ما فرق میکنه خوک میشود تیز خوکش چسبک نیسته شاید چپه شود برای همونجا آبش میشپن که سختک بیستده سلقین اینجا آدم خوک سنگ میگیرن درست نیسته اینا با تپچکه و شوکت میبرمد است الله هدایتش کنه حرمتی قبر حرمتی خچه دوره باید بولوش نبرای گو و سگو نه های نکنی بولوش های باقی در امانی الله باشین اینا مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمایان های بسیار دیداری خوبه الله متعال چه خیلی که ما را دیداری مسجد چه نصیب کرده از روز قیامت دیداری حبیب چه نصیب کنه و دیداری خود چه پروردگار با ما نصیب کنه بهترین منظره دنیا بهترین منظره دنیا ای نگاه که نور ای نور ای همینجا نور و همه دنیا رو رفت پهن شد ای همینجا همین نور به همه دنیا رو پهن شد نگاه که اذا جاء نصر الله والفتح نگاه که رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هنا من جمعیتی که همیجان همش نور همیجا که برمد این همی اومدگی همیجا دروازه 310 311 میبرای این خمیای مسجد غمامه مسجد حضرت ابوبکر مابینش قطع میرای طرفی مسجد قبا میشوه که پیاده برای 2.5 کیلومتر میشوه که تاکسی بگیری برای اختیار داری خلاص هم پیاده میشوه رفته هم و ماشین میشوه رفته راهی که به طرف مسجد قبا میبره مسجد قبا میبره همش تو همون مسجد ایلاو مگازینان بسیار چیزاشو ارزونن مگازین کلونن شاو بسیارش بوی میشوه نکی روزی شنبه را نگاه کیسم بوی که اگه مقصد خوبه روزی شنبه اگه نیت گویا روز بده روز نگاه کیسم هویه اینا یا خیلی شولی هم رسته اینا خوب اینا خیلی ماشین چرکا هم میبرن مسجد خیلی ماشین چرکا را 15 ریال 20 ریال متی میبرن لباس ها بسیار داره کدمه که لباس های زنکی میگه دخترانه زنانه بسیار مقصد اختیار کرده میتونید ببیرد کرده میتونید لباس ها اینا کرته های برای نمازخونی دراز هسته اینا نگه چنقای کلمه مگازین های لباس روشون اینا شوکا ای طرف مسجد حضرت رسول الله وقتی طرف مسجد قبا میره انا این مسجد میبینی رنگی مسجد قبا روز که اگه لیکن ایده ترک مسجد جمعه نام داره یعنی رسول الله صلی الله علیه و یکمین نماز جمعه را در همین منطقه خون در همینجا خون مسجد جمعه نام داره در اینجا نماز خوندن یگان ثواب خاص باشه نه خیلی نیسته مقصد جای تاریخی های
بعد اگر اومدید رکعت میخونید تحیه مسجد. اینا رنگی مسجد قبا روز که اگه بالاش های تخته غشت است. اگه همون ستیلی مسجد های عربی های. اینجا آوی خنق میمونن. آوی خنق میمونن. خیلی جوی قرآن مونی که اگه کم سنه رو خنق که خشرو تازه های بوی خشرو میکنه. در رکعت نفل تحیه مسجد میخونی. تمام اینا میخیر. طرف مسجد قبا رفتم ده. این خیلی باغ ها هست ولی بعضیاش کاراش دوام داره. باغ های صحابه ها هست. همه آوه وقتی پیش موندگی هم خیلی چوها اما او اوی خنک های تای زمین میبرویه. اوی توزه اینه برادر ما برادر پاکستانی خورما میفروشه. هر خیل خورما داره. اینه حج و سر کردگی تو خورمای شکری و خورمای پاچاویش میگن کارالفسکی. چند نمود خورمایی که بگوی داره. باغ خورمای ده اینه سودا میکنه. اینجا ولی کاروش دوام دارن. بسیار جای بازی بای سویگی تاش خنک اون پایان دو آدم ها کار میکنن. خیلی ماشاءالله جای. اگر تا راست برای مسجد قبا میشه اونه. مسجد قبا نزدیک پیاده رفتیم. भाई ये कितना से शुरू होता है इसका रेट? ऐसे 5 रियाल वाली भी है। कौन सा वाला है? वो अंदर है। आई 500 माय खुरमोदम आई 5 रियाल و پل رسیقتی چند کم میشه؟ قریب 180 روبل کیلوش خرما سر میشه. خرمای خوب خوب اینه 8 سومان. اینه 8 سوم. اینه سکریه. اینه قندی مقصد ده نظر برا. خرمای پاچوهی هست کلون کلون هست. شکر. خب ما سفر خدمات دوام میتیم به طرف مسجد قبا. این اینجا ترانشه های. این ترانشه خالی های. مقصد کم اکک تا به میون رنگنده به کاره بدن راستی. اگر این همی ترانشه را بلوش میسو کلونکا میکشی پلاستیکش میکنی میسو اینجا چی کارو کردن نمیشه و زمین شبیه زمینی به حد خوب او داره. اینا پامیدور بودرینگ کلونی شبیه چند کلونه پامیدور بودرینگ چیزی بگوی میشه و اینی او نگاه که اوی خنک بگوی زمین او میتیم. اینجا زمین مدینه بسیار خوبه برای دهقانی را. در اینجا همین 12 ماه کشتی کار کرده میشه و هواش گرمه. نکی متاسفانه بسیار بمیونن. دهقانای تاجیکستان باشه که در اینجا زن پامیدور بودرینگ بشنونه. اخیر رسیدیم الحمدلله در مسجد قبا. اگه با ماشین میشوه با ماشینکو بیایه نکی حضرت رسول الله پیادهش اومدگی. ما هم خواستیم یه بار دیگه هم اومده بودیم خیلی پیاده خواستیم که پیاده بیاییم یه بار تماشا کرده منظره ها را. هوا هم که سلقینه ماشاءالله. هوا نمیدونم 25-26 گرادوس خیلی هوا بسیار هوای سلقینه. این تا با میای در تای درخته که نتری جوه که موندگی جای شیشتنک میای با میای میشینی کمکک حد با دوام میتی. رو پروی مسجد قبا این خیلی جای ویست افکار روز کردگی هن. ولی
کارش دوام داره با قریبی کشوده می شود. استفکه جای خورما و شیرینی هایی که خورما تیار می شوند. این در بالا نویسته به عربی موسم تمور المدینه، سیزانی خورماهای مدینه نویسته. مقصد بسیار جای کلون های برای تماشا خوبه. بیا یکان چی میخری تماشا میکنی. خیلی اومدگی نا گرده با باقای صحابه های اینجاش زانتی کردگی هم چتری و این مسجد قبا. مردم ماشاءالله بسیار های. بازی مسجد قبا را کلون کرده ایسان برای اینکه دیگه آدم ها جا نمیشوند. ایدسته بسیار آدم میوید. مسجد کلون کرده ایسان در درون جای اوی زمزم. بعد خیلی خلاص شدش کرده ایسان مسجد. بربازاش 8 9 7 خیلی کلون شده ایسان سال با سال. اللهم بارک. یکمین مسجدی که در اسلام بنا شدگی یعنی مسجد قبا. در مسجد قبا اینجا جای آدم های گم شدگی هستند. سوال میتین مثال ما گم شدیم گفته چیزا ما گم کردیم اینجا میان خبر میکنن. نویسگی اینا به عربی هم به انگلیسی هم. خب این اینجا تورات خونه هاشند در پایون ماشاءالله انا تازگی را بسیار رعایت میکنن. اینجا جای اینفرماسیون جای معلومات. خب اینجا خیلی تورات خونه های. خب او یکم سیامکه کم جای زنا بود. این اینجا جای درآمدگاه مردم میشود. درآمدهای مردم زنا هم تا برای سخت جای تورات خونه کلون راست کردگن. مردم هم خیلی تورات خونه راست کردگن. این اینجا اگه زانتیکو هم اینا برای میگم که جا نمیرسه آدم ها باید در این بیرونک میخونند نمازشو. خب این خیلی بالا میچخی در دهن در مسجد در برای فضل نماز در مسجد قبا حدیث حضرت رسول الله نویسته. این نویسته که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره رواه ابن ماجه بسند صحیح. رسول خدا میگه که کدومی که در خونش غسل کرد خوشبویی کرد تازه پوشید بعد اومد مسجد قباء و در این مسجد رکعت خواند برای او اجر عمره الله قبول کنه. الله متعال و درگاهش نمازها و دعا را قبول کنه. گناه های ما را عفو کنه. الله متعال. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. این مسجد قبا درونش اینه بیرونک شای ساحه مسجد مقصد خیلی شوندگیشم ماشاءالله هم سلقینی هسته که این اینجا اوی زمزم روز کردگیان جای اوی زمزم. خب این اینجا اینا نگاه کنی سلقین به حد سلقینه نو پیش مسجده. اینجا جای اوی زمزم شه. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال هر کسی که تماشا میکنه نصیبش کن برو پروردگارو زیارت خانه خطه زیارت مسجد رسول الله و مسجد قبا دیگر جاها را. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله برکات نماز بخونیم در اینجا و
بعد سفر خیلی با دوام بکنیم. این اینجاش قالین داره. دیگه خونده نمیشه و دیگه خنکه. هر کس خونده نمیتونه. مسجد قبا درونش. یعنی ما واسه در ساحه مسجد بدیم، ساحهش ده. بالاش اوی. یعنی درونشه. درونی مسجد. اینجا جای امام. نمیخیر. اینجا جای کانسانیروش قرآن آموندگی. خلاص ولی مسجد چخیلی که گفتم کلونش میکنن انشالله. برای همه جا شما. دیگر بعد بعضی برادرها با خواهرها گم میشوند در مسجد. سببش همیه که دروازه‌ای که میدروین فراموش میکنن بعد کدمه. همجا دروازه ها نمر دارن. دروازه 5 میدروی 1 میدروی بعد با همون دروازه ببرو. پاتینکوش موندگی مثلا گمش میکنه. ای دروازه میدروی دروازه دیگرش میبره آدما رو گم میکنه. مثلا آره همون یک کدوم دروازه درمدی با همون دروازه ببرو دیگه مشکل خلاص. همین قای الله قبول کنه درکات نماز خوندیم نفله